الله چی میفرمد؟ و الهکم اله واحد، معبود شما معبود یگانه هست، غیر از خدا کسی را عبادت نکنید. غیر از خدا کسی را عبادت نکنید یعنی چه؟ یعنی برای غیر خدا سجده نکنید، برای غیر خدا رکوع نکنید، برای غیر خدا طواف نکنید، از غیر خدا حاجت نخواهید، اسم و نام غیر خدا را ورد زبان نکنید، برای غیر خدا صدقه و نذر و نیاز نکنید. معبود یکیه. مردم ظلم میکنن، یهود ظلم کردن، مشرکین ظلم کردن، مسیحیان ظلم کردن. 3 تا خدا، 4 تا خدا، 360 تا خدا، بیشتر کمتر. تنها دینی که در اون دین امروز توحید است، اون دین اسلام، فقط یک خدا. همه عبادت برای خدا.